بچه ها، خوش اومدید به یک ویدیو. بچه ها، من امروز اومدم که میخوام آموزش بدم که چطوری توی ماشین ها رو چطوری تو بازی کار پارکینگ باز کنیم و فقط با یک روش هستش که داخل کار پارکینگ هست. با اون روش میتونیم ماشین ها رو باز کنیم. فقط یک مشکلی داره که باید بگم، دو مشکل. یعنی مثلا ماشین رو که داخلش رو باز میکنی دانلود میشه. بعد دومی اینه که به اینترنت یکم قوی نیاز داری که داخل ماشین رو زودتر باز کنه. اگه اینترنت رو ضعیفه، فکر کنم یک روز که نه، مثلا 2 ساعت طول میکشه. 1 ساعت طول میکشه، 2 ساعت طول میکشه تا داخل ماشین رو باز کنه. حالا مونده به شانستون، شاید با اینترنت ضعیفم داخلشون رو باز کنه. حالا من اومدم که این ماشین رو که اگه داری نگاه میکنید داخلش باز نیست، میخوام اینو باز کنم. بعد من که اومدم و میخوام بگم، میرید تو گاراژ. بچه‌ها بگم، من الان کانالم آرشامه و آرشام فرشاده و اسم خودم یعنی آرشامه ها، و فکر نکنید از مثلا این چنلم اسم خودم نیست و از کانال های دیگه این ویدیو رو بارگیری کردم و گذاشتم تو یوتیوب. اشتباهه بچه، اینو خودم هستم و صدامه و میخوام اینو بگم. حالا شما میرید به گاراژ، اینجا این ست میرید به بخش کدوم گاراژ، اینجا گاراژ که هستش و بچه میرید گاراژ که رفتید بچه ها، من یکم مشکل داره بچه، ببخشید. و میرید تو این قسمت ها، ببخشید بچه ها یکم قاطی کردم. میرید توی این قسمت بایستید، اینجا بچه ها میرید اینجا که هستش میرید. اگه حالا داره مشاهده میکنید، اینجا تو بخش کار یوپی گراده وقتی داخلش که رفتید، این چند تا از اینا میاد و شما میایید اینجا این قسمتو. حالا من واسهتون بگم، اینجا که هستش و من میزنید. حالا اگه داخل ماشین تو باز باشه نمیاد و دانلود نمیکنه، ولی اگه مثلا داخل بعضی از ماشینا فقط تربون ببخشید بعضی از ماشینا مثلا داخلشون قشنگ باز نیست، فقط صندلیاشون و فرماناشون بازه. بعد شما میایید بازم این دانلود رو میزنید، کاملا دانلود میشه بچه‌ها. من بگم این دانلود یعنی کاملا هر جای ماشین باز میشه، داخلای کسی ها هست و کاملا باز میکنه. شما میایید بچه‌ها این دانلود هستشو میزنید و اینجا میگه برای دانلود یکم باید صبر کنید تا دانلود شه. حالا اگه با اینترنت بود فکر کنم تا الان باز میشد و خودم تست کردم با اینترنت که تا الان باز میشه و بره کیفشو ببرید. بچه من بگم الان من ماشین هایی که خودم بازش کردم و نشون بدم براتون. مثلا ببینید اینو من باز کردم، داخلشو ببینید به خوبی. این که خودش باز بود، این که نه، اینم باز نمی کنم، اینم که باز نکردم، اینم باز نکردم. بچه ها بگم ببخشید، مثلا بچه ها ببینید این که خودش بازه دیگه. آقا من چیکار کنم واسه این ماشین بیارم که مثلا داخلش این بچه ها ببین این داخلش بچه باز نبود دیگه. خدای بگین تو هر کی که کار پارکینگ بازی کرده میدونه این داخلش کاملا باز نبود، فقط اینجاهاشو باز بود و دیگه اینجاهاش کاملا باز نبود و واضح نبود، زیاد اصلا واضح نبود، فقط اینجاهاش و صندلیش یکم باز بود.
مثلا من اومدم اینو دانلودش کردم و ببینید الان این دانلود رو نمیخواد چون که من اینو دانلود کردم. بعد الان ببینید اینم من دانلود کردم. بچه‌ها این فقط فرمونش باز بود. هر کی میدونه تو کامنت ها بگه. و ببینید کاملا باز کردم. اولش فقط این باز بود و دوره هاش که این خطی هست نشون میده مثلا چند تا میرید، مثلا خطا میره بالا سرعت که میرید، فقط اونا باز بود دیگه. مثلا کیلومتر مثلا مینویسه 110 از این چیزا اونا باز نبود، فقط فرمانش باز بود دیگه. هیچی. من بازم بازش کردم ببینید بازم نمیخواد. ماشین هایی که دلم میخواد، مثلا ماشین هایی که دلم میخواد من اینجا آوردم و الان نیسان جی تی آر ببینید من گفتم و ببینید این بازه، ببینید کاملا بازه. مثلا این رولس رویس ببینید باز، میدونید بعد اینو باز کرده با اینترنت و با وای فای هم باز میشه. مونده واسه اینترنتتون که چطور وای فایتون قوی باشه یا ضعیف. و بچه ها بگم من اگه از ویدیوها خوشتون اومد لطفا لایک و سابسکرایب کنید، زنگوله که نشستم بزنید. بچه ها حمایت داره برای شما میکشم و ویدیوهای آموزشی میذارم و اگه میخوای ویدیوهای آموزشی زیاد بذارم تو کامنت ها بگید و هر ویدیویی که دوست داشتید آموزشیشو بگید. حالا اگه اون بازیو داشتم و آموزشیشو میذارم، اگه نداشتم که بچه‌ها ببخشید به خاطر خودتون، به خاطر بزرگیتون یا کوچیکیتون نمیدونم. حالا اگه کسانی که بزرگن دارن این ویدیو رو میبینن حالا نمیدونم. حتما بچه ها کی میخواد من ویدیوی ساکورا رو بزنم و تئوریا رو میذارم و اگه خواستید تو کامنت ها بگید خودم و میخوام که ساکورا رو بزنم. ساکورا اسکول دیگه فکر کنم اسکول نمیدونم این اسکول بچه بذارم و فکر کنم دیگه همه تون ساکورا رو دیده باشید. و آره دیگه بچه ها ساکورا، اگه بچه ها میخواید که من دانلودش کنم، نه ببین آموزششو بذارم لطفا. آموزش که نیست، تئوری فقط میذارم. اگه حالا خواستید که از ساکورا زیاد بذارم که ببینید توی ویدیو ساکورا هم بنویسید. تو ویدیو که من ساکورا رو اگه ویدیو رو ساختم تو این بنویسید که من از ساکورا زیاد بذارم. بنویسید که از ساکورا زیاد بذارم. اگه پیدا کردم از ساکورا چیزایی پیدا نکردم، فقط تئوری هایی که جمع کردم، فقط 3 تا تئوری جمع کردم و نمیدونم و 3 تا تئوری هایی که هست شد جمع کردم. بچه ها اگه تو کامنت های این ویدیو هم بنویسید که ساکورا رو بذارم. و اگه از ویدیو بازم میگم بچه خوشتون من لطفا ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هست حتما اونا فراموش نکنید. اگه آموزشی هایی خواستید لطفا تو کامنت ها بگید. اگه بازی اون بازیشو داشتم یا بچه برنامه ها، مثلا من چند تا دارم میتونم بذارم و ببخشید بچه آره میتونم بذارم و کیفشو ببرید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک کنید و سابسکرایب، کامنت هم بذارید. خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.